به نظرتون یه ذره مشکوکه نیست؟ بعدا مواردی مطرح میشه. برای من میدونید غیر قابل قبوله که ما رئیس جمهورمون به همین سادگی بیاد سوار هلیکوپتر بشه و بعد بیاد بدون اینکه به اصطلاح همراهی داشته باشه، اسکورتی داشته باشه، روندی باشه، تو یه جا سقوط بکنه، بعد 12-18 ساعت برن تو کوه پیداش بکنه. خب اون لحظه‌ای که اگر اولا چرا باید سقوط بکنه؟ قطعا ما در این فرایند گیر داشتیم. حالا هر چی، حالا این کارشناسا باید بشن و ببینن گیر کجاست. این گیره رو پیدا کردن حداقل تکرار نکنن. گیره بدتر اینه که چطور میشه اون لحظه‌ای که سقوط میکنه 18 19 20 24 ساعت بعد مثلا ما میریم پیدا میکنیم. حتی 3 تا بودن هلیکوپتر، یکیشون برگشته و آتیش گرفت از گرم. 18 ساعت بعد اینا رفتن رو پیدا کردن. چرا؟ اون لحظه‌ای که اون سقوط میکنه اون هلیکوپتری که پشت سرش باید ببینه دیگه و بعد به سرعت امدادگر بره بالا سرش دیگه. چرا باید اینا همش بحثاییه که نشون میده ما در مدیریت کارمون ما میتونستیم خیلی بهتر از این عمل کنیم. خب الان به نظرتون چه اتفاقی باید به اصطلاح مدیران که مسئول این امنیتاً ارزیابی کنن، اطلاع رسانی بکنن، پیگیری بکنن، فرایند رو بررسی بکنن. یه هواپیما یه جا سقوط میکنه، یهو